سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز هستیم در قسمت چهارم آموزش فارکس 0 تا 100. امروز میخوام 4 تا از مفهوم‌های خیلی مهم رو داخل فارکس بگم. بچه‌ها من واقعا معامله‌گر میشناسم، 3 سال داره داخل این بازار کار میکنه ولی هنوز نمیدونه پیپولات چیه، یا پیپولات رو که خیلی ها میدونن چیه ولی یا مثلا مفهوم اسپرد رو نمیدونه و این خیلی بده و بیش از حد توی معامله کردن دچار زیان میشه اگر شما بخواید این مفاهیم رو بلد نباشید. توی این ویدیو قرار خیلی ساده بهتون این مفاهیم رو توضیح بدم. مفاهیم پیچیده هم نیستن، واقعا بعضی از مدرسان میان پیچیده میکنن این مفهوم ها رو، وارد یه سری جزئیات میشن که اصلا مهم نیست، اهمیت نداره. ولی داخل این ویدیو میخوام خیلی ساده این 4 تا مفهوم رو، یعنی پیپو، پیپتو، لاتو، سپردو بهتون توضیح بدم که جزء واحدهای اندازه‌گیری در فارکسه. به هر حال داخل فارکس که ما یه سری واحدها داریم برای اندازه‌گیری قیمت که با کریپتوکارنسی خیلی فرق میکنه. مثلا بچه‌ای که از کریپتوکارنسی میان اینجا، خب کریپتوکارنسی یه ارز داریم مثلا مثل بیت کوین، مثلا یه قیمتی داره، مثلا قیمت بیت کوین نزدیک 68000 دلاره. مثلا 68000 دلار میگیری مثلا. ولی تو بازار فارکس اینجوری نیست که مثلا مقیاس های اندازه گیری اونجوری نیستش. انتهای این ویدیو من متوجهتون میکنم که به چه شکل هستش. خب بریم اولین موضوع رو توضیح بدیم. اولین مفهوم یعنی مفهوم پیپ، که پیپ در واقع اینجا هم نوشتم تغییرات قیمت رو نشون میده. در واقع ما اگه بخوایم تغییرات قیمت رو نشون بدیم با پیپ بیانش میکنیم که یه پیپ معادل با 4 رقم اعشار هست یا همون 1/100,000 در واقع. حالا چرا اصلا ما نیاز داریم که مفهوم پیپ رو تعریف کنیم؟ بچه اینجا نگاه بکنید. الان مثلا ارز اتریوم USDT، این جفت ارز در واقع میگم اتریوم، بچه من اینو اشتباه نوشتم، بعد می نوشتم یورو USDT، متاسفانه اشتباه نوشتم، با کریپتوکارنسی اشتباه گرفتم. شما اینو فرض کنید یورو USD در واقع. همین جفت ارز یورو USD مثلا قیمتش بچه اینجوریه، مثلا 1/2445. این قیمتش چجوری هست؟ یعنی در واقع نسبت ارز یورو به ارز دلار آمریکا شده 1/2345 که این همون نرخ تبدیلیه که خدمتتون عرض کردم، یا همون اکسچنج ریت که فکر میکنم توی جلسه اول بود که با هم دیگه توضیح دادیم. قیمت هایی که داخل نمودار شما مشاهده میکنید یه جوری هستش که در واقع رقم اعشار زیاد داره و به خاطر اینکه مثلا الان مثلا فرض کنید قیمت همین یورو USDT از 1/2345 رفته روی 1/2348. خب مثلا طرف اینجا پوزیشن باز میکنه، نمیتونه بگه مثلا من از 1/2345 خریدم، 1/2348 بستمش، بعد مثلا بیاد بگه 0.003% مثلا سود کردم. میدونی چی میگم؟ این بیانش خیلی سخته. به خاطر همین یه مفهوم مثل پیپ بیان شده که در واقع 100,000 رو یا همون رقم 5 به بعد با پیپ نشون بدید. که الان مثلا چون از 1/2345 رفته روی 1/2348، اون رقم آخرش جز همون رقم 5 اعشار هست دیگه، 3 تا افزایش پیدا کرده. بنابراین این طرف میگه من 3 پیپ سود کردم، یعنی 1/2345 پوزیشن رو باز کردم، پوزیشن لانگم و روی 1/2348 بستم و 3 پیپ سود کردم. خیلی ساده. بنابراین تغییرات قیمت رو ما با پیپ نشون میدیم و پیپ همیشه معادل با همین رقم 5 اعشاره. گاهی اوقات در یک سری از ارزها مثل ارز ین ژاپن، میگم این حالت واقعا حالت استثنایی، هر جایی رخ نمیده. تو یک سری از شرایط این عدد پیپ ممکنه مثلا متفاوت باشه که میشه 100. مثلا جفت ارزهایی که با ین ژاپن شروع میشن، این جفت ارزها یه پیپ درش معادل با 100 هستش، چون که قیمتش یه جوریه که بهتره که اینجوری تعریف کنیم پیپو داخلش، وگرنه تو سایر جفت ارزها همیشه معادل با 100,000 و این یه چیز ثابتی هستش. خب اینم از مفهوم پیپ، فکر کنم خیلی ساده باشه.
بچه ما داخل گروه تلگرامیمون هر کی سوال داشته باشه یا خودم یا بچه ها جواب میدن. اونجا میتونید عضو بشید، من لینکشو میذارم زیر دیسکریپشن. هر سوالی که داخل این دوره دارید اصلا میتونید زیر همین کامنت همین ویدیو بذارید، اونجا هم جواب میدم. اگر نیاز بود میتونید بیاید داخل گپ، اونجا مثلا پیکچر بفرستی، عکس بفرستی و اینا، اونجا هم جوابتون رو حتما میدیم. برای راحت باشید، هر سوالی دارید میتونید زیر کامنت یا داخل اون گپ که لینکش رو میذارم توی دیسکریپشن تشریف بیارید و بپرسید، من در خدمت شما هستم. خب بریم قسمت دومش، یعنی همون مفهوم پت. پت یعنی پیپت در واقع، یا پیپ کوچک هم بهش میگن، پوینت هم بهش میگن. واقعا مفهوم مهمی نیست و واقعا استفاده نمیشه. همون پیپ کوچیکه که جزء رقم ششم هست، یعنی جزء رقم پنجم هست، رقم پنجم اعشار هست. در واقع همون یه پیپو یه صفر دیگه بهش اضافه بکنی میشه پیپت در واقع. الان مثلا اگر میخواستیم بگیم مثلا تو پوزیشن بالا چند پیپت سود کردیم، میگفتیم 30 پیپت سود کردیم. پیپت خیلی جاها استفاده نمیشه، بیشتر تو شاخص ها استفاده میشه. بچه من توی ویدیوی پیش در مورد اینکه چه ارزایی میتونیم تو فارکس معامله کنیم بهتون گفتم دیگه. یه سری شاخص ها بود، شاخص های SPX یا هم 500 شرکت برتر، یا شاخص DJI، یعنی شاخص معروفن. معمولا تو اونجا استفاده میکنه که واقعا هم خیلی کاربرد نداره پیپت، ولی گفتم که در حالت کلی بدونید. بچه مفهوم لات خیلی مهمه. لات یه واحد اندازه گیریه که حجم معامله ما رو بیاد مشخص بکنه. مثلا من $1000 پول دارم داخل ولتم، خب میخوام یه پوزیشن باز کنم، چقدر از اون $1000 درگیر معاملمون بشه. ما اینجا مثلا داخل کریپتوکارنسی اگه بودیم، بچه‌ای که هستن میدونن، مثلا میگفتیم آقا 50%، $50، $20، $60 بخر. ولی اینجا دیگه نمیگیم مثلا $60 بخر، $70 بخر. اینجا مثلا میگیم 2 لات بخر، 1 لات بخر، 1 صدام لات بخر، 2 صدام لات بخر، نمیدونم نیم لات بخر. در واقع حجم پوزیشن واحد اندازه‌گیریش در فارکس لات هستش. خیلی ساده. حالا حلات معادل با چقدر هستش بچه‌ها؟ حلات معادل با 100,000 ارز پایه یا همون ارز بیسمونه. الان مثلا توی ارز جفت ارز یورو USD ارز پایه چیه؟ ارز پایه یورو هست و ارز کوت یا همون ارز مقابلش ارز دلار آمریکا هست، یعنی همون USD در واقع. اینا رو تو ویدیو پیش با هم کاملا بررسی کردیم. خب الان مثلا یورو USD یه لاتش میشه چقدر؟ میشه 100,000 ارز پایه. ارز پایه چیه؟ یوروه، پس میشه 100,000 یورو. خیلی ساده، سختش نکنیم مثلا. یعنی هر یه لات، مثلا میگم یه لات میخوام یورو USD بخرم، یعنی میخوام 100,000 تا یورو بخرم. درست شد؟ ما مثل یعنی داخل فارکس، مثل بازار کریپتوکارنسی، یک کمترین حجم معامله داریم که با لات مشخص میشه. کمترین حجم معامله که شما اجازه دارید که داخل بروکرها معامله بکنید معادل با، یعنی تو همه بروکرها معادل با 1 صدم لاته. 1 صدم لات که 1 صدم لات چند تا ارز پایه میشه؟ 2 تا صفرش رو باید کم بکنی دیگه. 2 تا صفرش کم بکنی میشه 1000 تا، میشه 1000. یعنی حداقل کمترین حجم معامله که میتونی انجام بدی 1000 تا ارز پایه است. یعنی اگه مثلا بخوای یورو USD بخری یا حالا بفروشی، 1000 تا یورو باید بخری یا بفروشی. شاید من خیلی مثلا با خودشون بگن که خب یعنی واقعا ما باید مثلا برای فعالیت داخل فارکس حداقل 1000 یورو یا $1000 داشته باشیم. نه بچه اینجوری نیست حقیقتش رو واقعا بخواهید، چون ما داخل مارکت از لورج استفاده میکنیم و این 1000 تا مثلا اگر لورج 100 بزنی، این 1000 تا میاد تقسیم بر 100 میشه. یعنی شما با 10 یورو یا $10 هم میتونی معامله بکنی. هرچند که در قسمت های بعدی که بروکر معرفی میکنم، بروکرها یک سری محدودیت ها برای بحث حجم معامله در نظر گرفتن که حالا اونجا بررسی میکنیم. بنابراین خیلی نگران این نباشید، شما حتی با $10 هم میتونید معامله بکنید و هیچ مشکلی نداره. لورج هم در آینده بهتون توضیح میدم، اصلا نگران نباشید. توی این ویدیو نمیخوام خیلی پیچیده‌اش کنم، مفهوم اسپرد رو بگیم که این ویدیو رو تمام بکنیم. بچه اسپرد به شدت مفهوم مهمیه. من متاسفانه خیلی از حرفه‌ای این بازار میبینم که اسپرد نمیدونن چیه و بهش اهمیت نمیدن.
در صورتی که ندونستن اسپرد میتونه باعث دردسرهای زیادی بشه. خب حالا اول ببینیم اسپرد چیه بچه. اسپرد اختلاف قیمت خرید و قیمت فروشه. قیمت خرید که شما مثلا میخوای به یه ارز بخری، اصلا همین دلار کاغذی که میدید شما از صرافی میخرید، ریال میدید دلار میخرید، این خودش بازار فارکس دیگه، چون دارید ریال با دلار در واقع جابجا میکنید. خب اگه بخواید برید دلار بخرید، الان مثلا دارم این ویدیو رو میگیرم، الان دلار 70,000 تومانه. طبیعتا شما اگه بخوای برید دلار بخری 70,000 تومان بهتون میدن، درسته؟ یعنی قیمت خریدت 70,000 تومانه، ولی قیمت فروشت اگه بخوای بری همون دلار رو بفروشی 1000 تومان ازت کمتر برمیدارن، یعنی قیمت فروشش 69,000 تومان میشه. قیمت خرید رو بهش میگیم اسک، قیمت فروش رو بهش میگیم بید. این اصطلاحیه که معمولا استفاده میشه، در آینده هم بریم نیاز دارید که بدونید که این اختلاف بین قیمت و خرید و قیمت فروش رو بهش میگن اسپرد یا همون کارمزد معاملاتی. بچه هر چقدر این اسپرد پایین تر باشه شما کمتر ضرر میکنی دیگه. اما مثلا تو همون دلار من میخوام مثال بزنم، اگه 70 بخری 69 بفروشی، یا 70 بخری 60 بفروشی، توی حالت اول بیشتر سود میکنی، یعنی کمتر کارمزد میدی. بنابراین هر چقدر این اسپرد پایین تر باشه شما کارمزد کمتری پرداخت میکنید. برای مثال همین ارز یورو یو اس دی، بچه‌ها من اینو اشتباه نوشتم دیگه، شما حالا به بزرگی خودتون ببخشید، اینو من اتریوم یو اس دی تی نوشتم. اینقدر تو کریپتوکارنسی کار کردیم که دیگه اینا رو قاطی میکنیم با اونا. خب الان برای مثال ارز یورو یو اس دی در حال حاضر قیمت اسکش، یعنی همون قیمت خریدش 1.2348. اینو تو خود کارگزاری ها که برید یا حتی تو خود متا تریدر برید اینا رو بهتون نشون میدن، یعنی چیزی نیستش که مثلا یعنی کاملا قابل مشاهده هستش. قیمت خریدش 1.2348، یعنی قیمت خریدش این. ولی همون دقیقه اگر بخوای بفروشی قیمت فروشش یا بیدش 1.2345. میبینی یعنی 0.003% شما باید این ارز رو اختلاف داره، 0.003% اختلاف داره که اختلاف قیمت هم با چی نشون میدادیم؟ با پیپ نشون میدادیم. بچه ها سه هستش، متاسفانه من اینجا نوشتم 4 پیپس، این هم اشتباه نوشتم، عیبی نداره اصلا. شما اینو فرض کنید 3 پیپس بوده، چون اختلاف اینو این میشه 3 دیگه، بنابراین لاتش 3 پیپه. یعنی مثلا ما میگیم یا کارگزاریمون بهمون میگه که شما باید 3 پیپ در واقع اسپردش 3 پیپه، یعنی باید 3 پیپ بیایی کارمزد پرداخت کنی. درست شد؟ بنابراین بچه این خیلی مهمه، بیش از حد مهمه که اسپرد رو تشخیص بدید و بدونید که در اون زمانی که دارید معامله میکنید اسپرد چقدر هست، چون در هر لحظه از زمان و در هر شرایطی از مارکت اسپرد برای هر جفت ارزی در هر زمانی متفاوته. الان مثلا یه ارز مثل یورو یو اس دی ممکنه اسپردش یه چیزی باشه، ممکنه مثلا یه جفت ارز دیگه اسپردش یه چیز دیگه باشه، یا مثلا همون تو یه صرافی دیگه اسپردش یه چیز دیگه باشه، چون صرافی همون کارگزاری ها، بروکرها، اون بروکرها هر کدومشون اسپرد مختلفی میگیرن و همین خیلی مهمه که ما یه کارگزاری رو یا یه بروکری رو انتخاب بکنیم که اسپرد خیلی کمتری رو میگیره. و اینکه بچه‌ها یه نکته‌ای هم هستش، موقعی که حجم پولی که داره وارد این بروکر میشه، در واقع وارد این بازار میشه، وارد اون ارز میشه، موقعی که والیومش خیلی کم هستش این اسپرد میره بالا، چون کارگزاری نمیتونه تراکنش های شما رو بیاد به بانک ارائه بده، چون کم هست مبلغ. به خاطر همین شما باید اسپرد بالایی پرداخت کنی که تا کارگزاری قبول کنه، تا اون در واقع اون ریکوست شما رو به بانک بده که بانک هم بده به سویفت و سویفت بیاد این پولا رو جابجا بکنه. در واقع که این چیزی که الان گفتم رو جلسه اول بهتون توضیح دادم. سعی کنید که از دوره اول مشاهده بکنید، از جلسه اول این دوره رو ببینید که من 0 تا 100 همه چی رو گفتم. بچه‌ها قبلا هم گفتم این دوره ها رو واقعا شما برید هزینه هم بکنید اینقدر بهتون کامل نمیگم. خب این از این موضوع. برای من خیلی مهمه که ما این کارگزاری رو انتخاب بکنیم که اسپرش پایینه دیگه، و کلا این کارگزاری به خاطر این به وجود اومدن که از ما اسپرد بگیرن، یعنی همون کارمزد بگیرن که خودشون سود بکنن.
بنابراین این کارگزاری ها هم در واقع عاشق ما نیستن، به خاطر این اسپرد هستش که در واقع این ریکوست ما رو دارن به بانک میدن و بانک هم داره به سویفت میده. خب این از موضوع اسپرد. بنابراین اسپرد خیلی مهمه. اگه یادتون باشه توی ویدیوی جلسه سوم گفتم که توی یک سری از ساعت کاری بازار فارکس تو سایت market24clock.com رفتیم بررسی کردیم. گفتم موقعی که ساعت 1 تا 2 شب بازارهای استاک مارکت ها تو کل جهان غیر فعال هست و اون موقع چون والیوم کم هستش اسپرد میره بالا، یعنی همون کارمزد میره بالا، به خاطر همین نباید اونجا معامله بکنی. بچه اسپرد مفهومش باز یه خورده عمیق‌تر میتونه بشه. جلوتر که رفتیم خرید و فروش رو بهتون یاد دادم توی کارگزاری، البته وصلش میکنه به متا تریدر. اون موقع در مورد بحث اسپرد باز هم صحبت میکنم، برای این مفهوم خیلی مهمه. جلسه بعدی میخوام تفاوت متا تریدر 4 و متا تریدر 5 رو یه گوشه چشی بهش اشاره بکنم و همچنین یک بروکر معرفی بکنم بهتون و کلا بروکرها رو توضیح بدیم که یه بروکر که شما بخوای ثبت نام بکنی باید چه ویژگی داشته باشه، که یه ویژگیش همین اسپرد کم داشتن هستش که اینا رو توی جلسه بعد با هم دیگه بررسی می‌کنیم. بچه‌ها امیدوارم که این جلسه هم به کارتون اومده باشه. حتما این ویدیو رو به دوستی که حالا میخواد تازه این آموزش رو یاد بگیره و اینا بفرستید تا اونم بتونه استفاده بکنه، چون میگم همین دوره رو الان خیلی‌ها دارن با قیمت‌های زیاد میفروشن. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.